درود میگویم به شما شنوندگان عزیز. اینجا استودیوی مرکزی رادیو موجر است و پخش مستقیم برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با تحولات تاجیکستان و جهان مستقیما میشنوید. امروز 28 اپریل 2020 سال است. خبرها را از روسیه شروع میکنیم. دیروز در مرکز بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر یکاترینبورگ ولایت سوردلوف روسیه در بین مهاجرانی که از روسیه اخراج شدند و در بازداشتگاه انتظار گشودن راهها هستند نزاع برخاسته است. کار تا به حدی رسیده است که ماموران بازداشتگاه دسته تعینات مخصوص پلیس شهر یکاترینبورگ را برای کمک درخواست کردند. فعال حقوق بشر نورزیده بنسکر به خبرنگاران گفته است که یک نفر شهروند خارجی که از مؤسسه اصلاحی بعد تمام شدن ادای جزایش آزاد شده بود و در بازداشتگاه موقتی انتظار به وطن رفتنش بود، به ترتیبی را شروع کرده است. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق، این حادثه ساعت 11:38 روز 27 اپریل در بخش مهاجران اخراج شده در بازداشتگاه موقتی ثبت شده است. وکالتدار هیئت به حقوق انسان در ولایت سوردلوف روسیه تاتیانا مرزلیاکووا که بازداشتگاه موقتی گفته است که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی اساساً از تاجیکستان میباشند و آنها شورش برخاستند. البته از جانب آنها ناراضگی شدید به وجود آمده است. آنها کیها باز انتظار طیاره هستند که به وطنشان برگردند. هواپیما با 152 مسافران اخراج شده به ازبکستان پرواز کرد و جمهوری قرقیزستان نیز همچنان نفران اخراج شده با یک طیاره مخصوص برده شدند، اما با تاجیکستان هواپیمایی نیست. مهاجران اخراج شده در بازداشتگاه و از انتظار خسته شدند. می نویسد تجینفا از قول وکالتدار حقوق انسان تاتیانا مرزلیاکووا. گفته می شود که حالا در توقیفگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر یکاترینبورگ ولایت سوردلوف 130 نفر مهاجران قرار دارند که 100 نفر آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. امروز ما با آنها بار دیگر اطمینان دادیم که هنگام گشودن پروازها آنها فوراً به وطنشان فرستاده می شوند. تاکید کرده است تاتیانا مرزلیاکووا و علاوه داشته است که در این خصوص با کنسولگری گنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ مراجعت خواهد کرد. حالا از روی نزاع به عمل آمده در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی در شهر یکاترینبورگ ولایت سوردلوف تفتیش شروع شده. از روی نتیجه های آن مقامات حفظ حقوق قرار دخلدار قبول خواهند کرد. قبلا شورای مدیران خزینه بین المللی اسعار تأخیر برای 6 ماهه پرداخت قرض نزد خزینه برای 25 کشور عضو را تصدیق کردند. 1 می سال جاری مراتوریا یا خود تأخیر به پرداخت قرض‌های یک قطار کشورها در نزد خزینه بین المللی اسعار در پرتو پاندمی از کرونا ویروس اعتبار پیدا می‌کند، گفته است دیرکتور اجرایی خزینه بین المللی اسعار کریستالینا گیورگیوا. مراتوریا یا خود تأخیر پردازی به سازشنامه‌های رسمی قرض دوجانبه تهیه شده ایستاده است. ما انتظاریم که تا 1 می مورد عمل قرار گیرد، گفته است دیرکتور اجرایی خزینه بین المللی اسعار هنگام لایف بریفینگ با خبرنگاران. ذکر کرده شده است که به کشورهای از حساب تمدید قرض داخل شده جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری تاجیکستان، بنین، بورکینا فاسو، گاییتی، گامبیا، گوینه بیساو، جمهوری دموکراتیک کنگو، یمن، کومور، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موزامبیک، نپال، نیگر، رواندا، سانتومه و پرینسیپی، جزیره های سالومون، سیرالیونه، چاد، توگو و جمهوری آفریقای مرکزی داخل می باشند. انتظار می رود که نسبت به حد اقل 4 دولت دیگر چنین قرار مخصوص در پرداخت قرض خزینه بین المللی اسعار از جانب شورای ناظران این سازمان بین المللی در روزهای نزدیک قبول کرده شود. سراول تأخیر پرداخت ها از حساب اعتماد مخصوص تأسیس یافته فوند 213 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. رهبریت خزینه بین المللی اسعار اینچنین اعلام کردند که این پرداخت ها برای 2 سال به تأخیر گذاشته می شود که برای این از حساب مبلغ های علاوه‌ای خزینه بین المللی صندوق اسعار 1.4 میلیارد دلار جدا کرده می شود. شما خبرهای روز را مستقیما شنیده استادید و نظر میکنیم به دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهردین و اجرا کننده وظیفه وزیر امور خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر همکاری ها را بر ضد ویروس کووید 19 بررسی کردند. طبق اطلاع دپارتمنت اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه، وزیران هر دو کشور روز 27 اپریل صحبت ویدیویی برگزار کردند. در سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نوشته شده است که جانب‌ها مسئله‌های رشد منبعث و توسعه همکاری‌های متقابلا سودمند بین دو کشور و نقشه‌های آینده نزدیک را بررسی کردند. در همین حال محمد حنیف اتمر در توییترش نوشته است که آنها در یک جایگی با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همکاری را علیه کرونا ویروس، تجارت و ترانزیت مال‌ها بررسی کردند. امروز در گفتگوی اولین ویدیوی ما با جناب وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج‌الدین مهردین تحکیم روابط دوجانبه، همکاری‌های امنیتی، دستگیری صلح در افغانستان، همکاری علیه مبارزه با ویروس کووید 19، تجارت و ترانزیت مال‌ها را بررسی کردیم. ما شریکی‌مان را با تاجیکستان بهای بلند می‌دهیم، نوشته است وزیر کارهای خارجه افغانستان محمد حنیف اتمر. همچون یک قسم کوشش‌های مشترک برای تحکیم اقتدار ملی تاجیکستان در آمادگی و واکنش به پنجشنبه بیماری نو کرونا ویروس، اگنتی شویتزاریا اوید بر رشد و همکاری و خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان را ادامه می‌دهند. مجموع نوع تجهیزات محافظتی شخصی با مبلغ زیاده از 500,000 سومانی با دستگیری یونیسف و دفتر اگنتی شویتزاریا اوید بر رشد و همکاری به جانب تاجیکستان همچون کمک بشردوستانه سپاریده شد. کمک رسانیده شده از تجهیزات محافظتی یک دفعه عینه، دستپوشک‌های گیگینی، رسپیراتورها، نقاب‌های طبی، عینک، رویپوش‌های محافظتی پلاستیکی، معلول‌های ضد ویروسی، لامپ‌های اولترابنفش، سرپوش و خلعت‌ها برای طبیبان و پایافزارهای مخصوص طبی برای کارمندان ساحه طب بر ضد مبارزه با ویروس کرونا به وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان سپاریده شدند. راهبر فاند کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان جناب لوچانو کالیسینتی قید کرده است که تنها در چند ماه ویروس کووید 19 حیات میلیاردها آدمان تمام جهان، اکثریت کودکان و زنان را تغییر داد. با دستگیری شریکان به مانند اگنتی شویتزاریا اوید بر رشد و همکاری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی یونیسف می توانند تطبیق چراهای پیشگیری کننده را در این کشور هم برای مستحکم کردن قابلیت کارمندان طبی و هم به خطری اهالی تامین نماییم. طبق معلومات رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، حالا در تاجیکستان یگان حالت تصدیق شده سرایت کرونا ویروس وجود ندارد. دانستن اینکه آنکه ویروس میتواند به کودکان و عائله‌های هر یک کشور یا جامعه پهن شود، یونیسف و دیگر شریکان رشد من بعد نیز دستگیری حکومت تاجیکستان را در آمادگی و واکنش به پنجشنبه بیماری نو کووید 19 ادامه می‌دهند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. اگنتی فدرالی نقلیات هوایی در روسیه جدول پیشکی را تا 5 می برای برگردانیدن شهروندان روسیه از کشورهای خارجی اعلام کرد. از روی این جدول پروازهای مخصوص برای شهروندان روسیه از شهرهای تل‌آویو، ریم، بانکوک، شانگهای و غیرها انجام داده می شود. از جمله در دایره تشکیل پروازهای مخصوص برای برگردانیدن شهروندان روسیه از کشورهای خارج 30 اپریل 2 پرواز از پایتخت تاجیکستان در نظر است. یک پرواز از دوشنبه به نوسیبیرسک و یک پرواز دیگر در سمت دوشنبه یکاترینبورگ در نقشه است. همچنان 3 می سال جاری نیز در نظر است که یک پرواز دیگر در مسیر دوشنبه مسکو برای برگردانیدن شهروندان روسیه از کشورهای خارج انجام داده شود. در خبر سفارت روسیه در تاجیکستان آمده است که خاطررسان می‌نماییم که تنها به شهروندان فدراسیون روسیه توسط پروازهای مخصوص با راه پر کردن ورقه دخلدار در پورتال گوس‌اوسلوگ اجازه داده می شود. در این باره نمایندگی دیپلماتی روسیه در تاجیکستان اظهار دادند.
از تاجیکستان به افغانستان نظر میکنیم. در 3 ماه اول سال 2020 در نتیجه نزاع‌ها در افغانستان بیش از 500 شهروند ملکی کشته شده است که تقریباً 3/1 آنها کودکان بوده. 760 نفر دیگر مجروح شدند. در این خصوص در گزارش مخصوص سازمان ملل متحد عاید به وضع افغانستان نشر گردیده است. طبق اطلاع گروه مخصوص سازمان ملل متحد، در افغانستان از 1 ینور تا 31 مارس سال روان در نتیجه نزاع‌های به عمل آمده 152 کودک کشته، 265 کودک دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی به سلامتی برداشتند. گروه مخصوص سازمان ملل متحد عاید به وضع افغانستان از وضع شدید کودکان در این کشور جنگ زده سخت نگرانی کرده‌اند. طبق گزارش‌ها بسیاری از عملیات‌هایی که تلفات جانی در پی داشتند ماه گذشته رخ دادند، هرچند امید بود که حکومت افغانستان و گروه رادیکالی طالبان برای پیشگیری مناقشه‌ها به توقف رسند. گروه مخصوص سازمان ملل متحد در گزارش خود قید کردند که قواهای ضد حکومت از جمله گروه رادیکالی طالبان و دیگر گروه‌های اکستریمیستی و تندرو در 55% تمام تلفات‌های انسانی مسئولیت دارند. با وجود این، عملهای نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای خارجی در مقایسه با عملهای گروه‌های مسلح ضد حکومتی در بین کودکان بیشتر کشته شدند آورده شده است. در گزارش سازمان ملل متحد عاید به وضع افغانستان، یک روز پیش فرستاده مخصوص ایالات متحده آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد یک قطار پیام‌های توییتری گفته بود که گروه رادیکالی طالبان باید در دوره بحرانی که به پیدایش کرونا ویروس علاقه‌مند است زورآوری را کاهش دهند و همه نزاع‌ها را در ماه مبارک رمضان قطع نمایند. ریاست عالی جمهوری اسلامی افغانستان نیز به گروه رادیکالی طالبان پیشنهاد کردند که در ماه رمضان ظلم را بالای مردم روان ندانند و از جنگ و کشمکشی‌ها در این ماه دست بردارند. سامیان عزیز، شما تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را طی بیش از 10 دقیقه مستقیما روی موج رادیو مجیر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. در ساعت‌های بعدی شما را با خبرهای دیگر آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.